سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. میخوام گینر رو توضیح بدم. گینر عموما اینجوریه: 2 کیلو کربوهیدرات به علاوه 1 کیلو پروتئین. اینکه پروتئینتون چی باشه؟ پروتئین ایزوله باشه، کنسانتره باشه، پروتئین سویا باشه یا کازئین باشه، انتخاب خودتونه. پس در واقع میشه 2 کیلو کربو و 1 کیلو پروتئین، بهش میگن گینر. و 1 کیلو کربو و 1 کیلو پروتئین بهش میگن مس. اون چیزی که بازم میگم گینر رو ارزشمند میکنه پروتئینشه. همین الان تقریبا پروتئین وی نزدیک 10 برابر قیمت کربوه. همین کربویی که مالتودکسیرین هست و اکثرا تو بازار به عنوان گینر میفروشن. شما توجه باید بکنید از جایی که گینر میخرین اینکه آقا چه درصدی از اون گینر پروتئین داره و پروتئینی که داخلش استفاده شده چیه. پروتئین وی، سویا، کازئین یا آلبومین و سفت تخم مرغ.